خب من دنبال رضا پهلوی نمیخوام برم، دنبال ایکس و ایگرگ میخوام برم. خب بگین کیه؟ مشکلی نیست. با خدا قسم که ایکس و ایگرگ بهتر از توی اویه. پاسخ من به اونایی که به این شکل به قول شما دارن دشمنی میکنن یا به هر دلیلی معتقد به روش و راهکار من نیستن. بله برادران برانداز خوب گوش کنید. این هپل اپو هنوز حضرت السلطنه، هنوز توهم آمدن داره میگه هر کی با ما نیست دشمنه. رهبران خودتون رو معرفی بکنید. بالاخره این آدم هستش با این برنامه، با این دیدگاه، با چیز دیگری رو میگه. خب بیاید به نمایش بگذارید. اما من ندیدم. بله با خدا بهتر از این شاهزاده وجود نداره. با خدا این شاهزاده انقدر معتقده به آزادی که زنش دید زیر یکی دیگه گفت من خانم معتقد به آزادی ام، او زیر اذیت میشی، بیا رو. حالا اگه رسیدید اونجا و از اون حال خودش بدید پایین، اولین جایی که میدید کجا خواهد بود؟ چرا پس داره کجا پیاده میشه؟ فرودگاه. نه ولی واقعا حالا ای خدا مرگت نته، ای خدا مرگت نته. تو هنوز نمیدونی هواپیما تو کوچه میشینه بعد میگه برنامه داری؟ ای خدا گومت کنه.